سلام دوستان عزیزم، خیلی 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 خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو قراره که چه کاری انجام بدیم؟ قراره که توی این ویدیو راجع به همین کانال یوتیوبم براتون یک سری توضیحات به شدت مهمی رو بدم و کلا میخوام راجع به نحوه فعالیتم و توی اون حوزه‌ای که میخوام فعالیت کنم بهتون یک سری توضیحاتی ارائه بدم که توی اون زمینه‌ای که میخوام ارائه بدم براتون ویدیو راجبش تولید کنم. میخوام یک سری توضیحات بسیار مهمی رو خدمتتون عرض کنم. خب بی وقت بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب اول از هر چیزی من فوق‌العاده خوشحالم از اینکه خودم تونستم یوتیوب رو به عنوان فعالیت انتخاب کنم. مثلا من میتونستم آپارات رو انتخاب کنم، اما آپارات ایرانیه و خیلی به درد نخور، چرت و پرت راستش اگه بخوام بهتون بگم، ولی یوتیوب خداست. یوتیوب بهترینه. کلا همه خارجی ها میدونن چقدر یوتیوب خفنه، بهترینه و من میخوام که یوتیوب تا آخرش رو ادامه بدم و بهترین رو انتخاب کردم به عنوان فعالیت. دیگه واقعا از یوتیوب بهتر نمیتونستم پیدا کنم. یک سری توضیحات که میخوام راجع به کانال خودم توی همین یوتیوب بهتون بگم. خب اولین هدفم من رسیدن به 100 تا سابسکرایبر. فوق‌العاده میخوام این هدفم رو دنبال بکنم و خیلی به نظرم چیز مهمیه واسه خودم. لطفاً چون که بعد از مثلا مدت ها یوتیوب رو به عنوان فعالیت انتخاب کردم، لطفاً حمایت هم کنید، چون که خیلی ها بودن اومدن و شکست خوردن ولی من اصلا تسلیم نمیشم، ولی به شرطی که شما حمایت هم بکنید و ازتون خواهش میکنم هر ویدیویی که میذاریم لایک کنید، چون که واقعا لایک میتونه به اون شخص تولید کننده محتوا انرژی بده. فوق العاده چیز خفنیه. لایک میدونید کاربرد لایک چیه توی یوتیوب؟ مثلا مثال بزنم، کاربرد لایک اینه که اون ویدیو به افراد بیشتری نمایش داده میشه. یعنی اگه شما مثلا ویدیو منو لایک کنید، شاید به 2 تا دیگه بنده خدا نمایش داده بشه و فوق العاده خوشحال میشم. لطفا ویدیومون رو لایک کنید. اصلا پشیمون نمیشید از لایک کردن من و سابسکرایب کردن کانال من، چون که میخوام توی بزودی به شدت ویدیوهای خفنی براتون بذارم. گفتم الان دوباره مرور میکنم میخوام تو چه حوزه فعالیت کنم. فوق العاده ویدیوهامون رو با کیفیت میخوام بکنم براتون و فوق العاده خفن. اصلا نگران تایم ویدیو نباشید، اصلا کوتاه نیست، بیشتر از 10 دقیقه امکانش هست باشه و حتما خیلی هم خوشحال میشم که به من انرژی بدید و کانالمون رو سابسکرایب بکنید و اون زنگوله بغل کانالم فعالش کنید و روی بخش آل قرار بدید که هر موقع ویدیوهای خفنمون رو براتون آپلود میکنم شما زودتر از هر کسی مطلع میشید که من ویدیو گذاشتم و سریع میایید و میبینیدش و لذت میبرید. و فقط همین رو میگم بهتون که توی کانال من اصلا خیالتون راحت باشه. الان شاید شما بگید ارزششو نداره که لایکت کنم، ولی نه، واقعا اصلا پشیمون نمیشید. به قدری ویدیوهای خفن و لایک کردنی توی آینده براتون میذارم که واقعا باورتون نمیشه. خیلی میخوام ویدیوهامون رو خفن آپلود کنم به زودی توی یوتیوب. و یک توضیح دیگه میخوام بهتون بگم. 2 تا توضیح دیگه مونده که اولیشو میخوام بهتون بگم. توی اولین ویدیو یوتیوبم که بهتون گفتم میخوام توی چه حوزه‌ای فعالیت بکنم توی یوتیوب، من توی حوزه چالنجینگ ویدیوز میخوام براتون فعالیت بکنم توی یوتیوب. مثلا چالش میذارم براتون، مثلا مثال میزنم، یک چالش میذارم به اسم چالش دووم آوردن و زندگی کردن توی یه روز با 200,000 تومان. یعنی من کلا یه روزمو باید با 200,000 تومان سپری کنم توی این وضعیت گرونی و بدبختی توی ایران و خیلی چالش خوبی میشه. به زودی همه این چالش ها رو براتون میذارم. هر روز اگه حمایتم کنید روز به روز
با کیفیت تر و خفن ترش میکنم. لطفا حمایتم کنید تا یه روزی به درآمد برسیم و ازتون خواهش میکنم که کانالمون رو لایک بکنید حتما و کانالمون رو سابسکرایب کنید و ویدیومون رو لایک کنید و زنگوله بغلش هم فعال بکنید و واقعا هیچ وقتی از شما نمیگیره. لایک کردن یه دونه کلیکه، فقط یه کلیک میکنید روی لایک و هیچ وقتی حتی یه ثانیه هم ازتون نمیگیره. 1 ثانیه و یه ثانیه هستش ولی به شدت یک دنیا به من انرژی میده و واس انگیزه میگیرم تا ادامه بدم، انگیزه بگیرم ادامه بدم. و آخرین توضیح، دومین توضیح هم میدونید راجبه چیه؟ راجبه من کانالم رو به 2 بخش تقسیم میکنم. 2 بخش. اولین بخشش ویدیوهای لانگ هستش، ویدیوهای بلند. دومین بخش ویدیوهای شورت ویدیوهای کوتاه. من توی ویدیوهای شورت به احتمال زیاد هنوز نمیدونم، به احتمال زیاد توی ویدیوهای شورت چالش های بازی بذارم براتون. بهترین و پربیننده ترین بازی میدونید چیه؟ بازی جذاب GTA V هستش. مثلا چالش های زیادی داره براتون توی ویدیو بعدی هم بهتون توضیح میدم بهتون. اما توی ویدیوهای لانگمون یعنی ویدیوهای بلندمون راجع به چالش های روزمره و زندگی معمولی براتون ویدیو میذارم. مثلا چالش خوردن تندترین سس دنیا، چالش رفتن به متروکه ترین مکان ایران، بهترین و پربیننده ترین بازی ویدیوها رو براتون که آینده میذارم و فوق العاده خوشحال میشم که همین الان ویدیو رو لایک بکنید، کانال منو سابسکرایب بکنید تا انگیزه بگیرم و اون زنگوله بغلش هم فعال کنید تا هر ویدیویی که من آپلود میکنم براتون اولین نفری باشید که اون ویدیو رو میبینید. حرفی دیگه نمیمونه. آخرین حرفی که میخوام بهتون بزنم اینه که هر نظری داشتید راجع به فعالیت هامون توی کامنت های همین ویدیو برام بنویسید که انگیزه بگیرم. مثلا بگو راجع به فلان چیز ویدیو بساز، با کمال میل میسازم براتون و انگیزه بدید دیگه. لطفا ویدیو همون رو حتما لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب بکنید و اون زنگوله بغلش رو فعال بکنید. هر نظری چیزی هم داشتید توی بخش کامنت ها برامون بنویسید فعلا که هیچ حرفی نمیمونه. پر انرژی ادامه میدم و تا ویدیو بعدی بدرود.